یک عدد فلفل در حیات وحش. این فلفل دمش را تکان می‌دهد به این معنی که خوشحال است و منتظر شکار است. از زاویه دیگر فلفل رو داریم که چه دمی هم تکان می‌دهد. فلفل خانوم بانو، فلفل. تیره خواهرش را نمی‌بینیم، اما فلفل می‌رود. به کجا می‌رود چنین شتابان؟ نمی‌دانیم. تیله کجاست؟ آیا جایی در این اطراف پنهان شده است؟ تیله؟ یک بازیکن را پیدا کردیم که اینجا. تو چی کار میکنی؟ تیله تو باغچه مردم کجا رفتی؟ ای وای من، اینجا دورش حصیر داره، حصار داره ماما. تیله ماما تو خونه مردم چی کار میکنی؟ بیا بیرون.